سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید و همه ما و شما خوب شاید حال هستیم که روز 1 مارس سال 2020 در تاجیکستان عزیزمان معرکه انتخاباتی برگزار می‌گردد و از همه هموطنان مراجعت میکنم که در این معرکه سیاسی اشتراک کنید، چون که رأی شما تقدیر شما است. هر یک ما و شما تقدیر آینده خود را با دست خود میدیم و از همه هموطنان گرامی خواهش میکنم که و یک نامزد ارزنده خود را انتخاب کنید، نه آن نامزدهای احمق دوز و قانونهای پوچ و بی‌معنی بالای سر ما میبرند، بالای ما میبرند، آنها را انتخاب نکنید، چون که ما به دست خودمو تقدیر خودمو نمیسازیم و نگذاریم که دیگرها ظلم جبر از این قانونهای پوچ و بی‌معنی ببینند. و از همه هموطنان مراجعت میکنم که یگانه حزبی است، حزب سوسیال دموکرات است و برنامه های خوب در آینده دارد و تمام هموطنان عزیز مراجعت میکنم که در این حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تحت رقم 6 است، حتما رأی خود رو یعنی آواز خود رو دهید و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.